بینندگان عزیز در هر جای دنیا که هستین، امیدوارم که به سلامتی بگذرونین و تحت شرایطی که وجود داره که برای همه ما ایرانی ها در هر جای دنیا که هستیم باعث ناخوشنودی هستش. درود بر شما. برنامه ما هفته پیش که ما برنامه نشیم برای خاطر که مشکلات فنی به وجود اومده بود. هفته پیش هم که یه مشکلات فنی برای من پیش اومده بود. برسه 2 هفته که خدمتتون نبودم خیلی معذرت میخوام و امیدوارم که بتونم یه اطلاعات جدیدی که دارم از سوپریم کورت دادگاه عالی آمریکا در مورد ایمیگریشن باهاتون صحبت بکنم. به طور کلی برنامه ما برای اطلاع رسانی در مورد حقوقی سالهای پیش که ما اینو شروع کردیم به نام آشنایی با قانون بود که در یک استودیوی دیگه من کار میکردم، بعدا رفتیم یه استودیوی دیگه و الان چند سالی که با شبکه پارس هستیم که خیلی هم از نظر فنی هم از نظر مدیریت قابل احترامه. آشنایی با قانون این بودش که من میدیدم که خیلی زیاد مردم ادوایس های میگیرن از کسانی که در یک زمینه مخصوصی اطلاعات کافی ندارن. همه کس رو همه چیز نمیدونه. من الان اگر مثلا بگم در مورد یه چیز جنایی به من بگن که این کیس رو میگیری، میگم نه، برای اینکه درسته که من حقوق خوندم، درسته که من چیز به حساب کریمینال لا و پروسیجرشون رو در دانشگاه یاد گرفتم، ولی دانشگاه یاد گرفتن تا بیای پرکتیس بکنی خیلی فرق میکنه. برای این تو پرکتیس انقدر پیچ و خم داره، انقدر دستورهای مختلف اوردرهای مختلف از طرف جاج‌های مختلف داده شه در مورد یک ایشویی که به طور یکسان از کنگره گذشته. مثلا بگم چی؟ خب ما در آمریکا چندین نوع قانون داریم. یکی از مثلا پایین میری ترافیک کورت، تو میگی من آفیسر میگه که برای سایتشن نوشته که 55 مایل میرفته، میگی من 45 مایل میرفتم. بالا میشه میگه بذار این دستگاهی که این آفیسر سرعت منو گرفته باید کالیبریت شده باشه، اینا طبق معمول باید هر ماهی، سالی، 6 ماهی یه مرتبه این دستگاه کالیبریت بشن یا ایراد میکنن. یا زاویه‌ای که تو رو دیدتش ببینی اون یک کوسینوس چیز داره که میبینه مثلا اگه که درست باشه 100% میره، ولی اگر یه دوربین اینجوری باشه و شما اینجوری داری میان، اون موقع میشه چالنجش کرد. این خیلی کار ساده ایه، بد نیست. این در لول پایین چیزه، در لول پایین جدی دستگاه حقوقی آمریکا هستش. بعد یکی دیگه میری بالاتر میبینی که دادگاه های محلی است. استیت کورتای خودش داره، دستگاه خودش داره و درسته که قانون چی میکنه، ولی یک در مورد مثلا بگم در مورد فامیلی لا قوانین هر ایالت داره و ممکنه که فامیلی لا یک ایالتی با یک ایالت دیگه فرق کنه، در صورتی که میدونیم که در حدود چند صد سال پیش یا چند صد سال چند ده پیش موقعی که فامیلی لا رو چه میکردن، اومدن از اسپانیا قوانین اسپانیا رو گرفتن، گفتن که کامیونیتی پراپرتی، زن و شوهر که با هم زندگی میکنن درآمدشون چیه؟ مال هم دیگه هستش. یعنی اگر مرد کار میکنه خانمش خونه نشسته بازم درآمدش اینه، اگر برعکس باشه بازم اینجوره. تا بعد از این بالاتر که میخوایم بریم ما، خب اگر مثلا کسی تو دادگاه شکایت داره، دادگاه سوپریور کورت ایالتی شکایت داره، خب در مثلا در کالیفرنیا چندین سوپریور کورت هست، هر شهری چند سوپریور کورت داره.
مخصوص اون منطقه خودشونه. خب حالا اگر کسی با از اینا شکایت داره میره کجا؟ میره به دادگاه عالی ایالت. خب این در سطح ایالتی. بعد یه سری فدرال کورت داریم ما، دادگاه های فدرال هست که این واقعا خیلی با دقت انجام میشه و یه جایی پیش محکم بعد بزنی کار پرونده عقب. مثلا به جایی که بیه سر این 4 راه شما از نظر ترافیک حساب کنید، سر 4 راه اومدی این چراغ قرمزه، شما باید دست راست بشی دست چپ میشه، از مسیر دور میشه. فدرال کورت بی نهایت منظم نوشته اگر که آدم واقعا تو سیستم رو قشنگ نگاه کنه خیلی ساده کار کرد، ولی یه اگر داره، اگر بدون سیستم ها. خب فدرال کورت میشی دستورای میده، دستورایی که میده و در ضمن فدرال کورت وظیفه داره که قوانینی که در دولت در مجلسین میگذره بهشون ریویو بکنه و چی بشه و بگه که این توی چارچوب قانون اساسی هست یا نیست، اگر نباشه ردش میکنه. خیلی خوب. بعضی موقع این دولت میاد یه قوانینی میگذاره که سفت و سخته. مثلا بگیم برای مسئله که شاید ما همه بهتر بدونیم، برای لاتاریه، میگه لاتاری در این ساعت شروع میشه، در این ساعت ختم میشه. پیش از اون اگر بخواین چی بکنین قبول نمیکنید، بعد از اون بکنین ردتون میکنه. بعد میگه موقعی که انتخاب شدین از همه این تعداد زیاد میشه، مثل لاتاری میشه. اگه مثلا بگم 50,000 تا ویزا برای لاتاری گذاشته، کی گذاشته؟ دولت گذاشته، تصویب کرد دولت که سالی 50,000 تا ویزا لاتاری بدیم برای اینکه از تمام ممالک که رپرزنتیشن در اینجا ندارن اونها هم شرکت. مثلا شما اگر که سیتیزن کانادا باشی لاتاری برای اینکه میگه به اندازه کافی ما کانادایی در آمریکا داریم، یا انگلیسی یا فرانسوی یا خب لیست این ممالکی که نگاه میکنی میبینی که خب اینا در سالی 50,000 تا. اگر شما یه روز به اول سپتامبر، اگر تا یه روز پیش سپتامبر به شما ویزا نداشتن، روز اول سپتامبر دیگه اگر 5,000 تومان ویزا حاضر باشه، یعنی ایشو نشده باشه، اگر بخواد اونجا جاج یا کنسولگری حق نداره دیگه ویزا بده. خب این اینو چند استشور مجلس گذرونده، نمیدونم رئیس جمهور امضا کرده، همه فلان میسانا. در چند سال پیش اومدن یه قانونی گذاشتن، گفتن که همه فکر کنم خیلی تون از من بهتر بدونید که گفتن که اگر که یه نفر سیتیزنی باشه برای همسرش تقاضا کنه، برای فرزندش تقاضا کنه، برای خواهر برادرش تقاضا بکنه، زیر پوشش فامیلی یونیتیه، یعنی فامیل میخوام با هم جمع بشن. قانون اینو میذاره که فامیلی یونیتی خیلی ارجحیت داره. برای همین مثلا بنده میتونم برای که سیتیزن آمریکا هستم برای برادرم یا خواهرم تقاضا بکنم. حالا برادر خواهرم هم بالاخره فامیل دارن دیگه، زن و بچه دارن، بچه هاشون هم اتفاقی که مثلا بگیم 13 سالشه، 13 سال میگم برای اینکه تو کیس اومده. خب این برادر خواهر در 12 سال تو موش تا ویزاشون اویلیبل بشه. خب این بچه 13 ساله هم الان شده 25 سالش، چیکارش بکنیم؟ میان اون وقتا ردش میکردن. بعدن یه قانونی اومد به نام Child Status Protection Act. Child Status Protection Act میگه این خیلی
غیر قابل تحمل برای سیتیزن که فامیلی رو از هم جدا میکنه. بیایم یه کاری بکنیم، بیایم بگیم که اگر روزی که ویزا اویلیبل میشه برای برادر ایرج ناصریان، ویزا موقعی که این 12 سالش میگذره نگاه میکنیم سن بچه اونجا چقدره، 25 سالشه. بعدا نگاه میکنیم که آیا این گناهی داشته یا دولت گناهی داشته. گناهی که میگم مثلا ایرادی داشته. بعدا میره اونجا نگاه میکنیم، ببینی که از موقعی که این اپلیکیشن نوشته تا موقعی که اپرووش کردن 8 ماه دولت ثبت کرده. خب چرا این 8 ماه این جوان 25 ساله الان زجرشو بکشه؟ نه، موقعی که این برادر ایرج ناصریان که اومده الان ویزا براش آماده است تو کنسولگری میخواد بره، نگاه میکنیم در اون موقع اون 8 سال رو ازش کم میکنیم، سن این پسر 25 ساله، 8 سال که ازش کم میکنیم میشه 17 سال. پس بنابراین باید ویزا بهش بدن. و میدنم خیلی چه من اتفاقا یک کیس داشتم در 13-14 سال پیش بود که این مادری تقاضا کرده بود برای چیزش، برای یکی از فامیلاشون پسرش شده بود 37 سالش. بعدا این کیس ما گرفتیم، رفتیم نگاه کردیم 19 سال این پرونده گم شده بوده. برای ما هاش تقاضا کردیم آقا این پرونده چیه؟ گفتن نمیدونیم. مگه میشه نمیدونم؟ بالاخره ما پیدا کردیم دیگه 19 سال پیش، در ظرف 19 سال گذشته این پرونده اصلا روش اقدام نشده بوده. خب این بچه چه کنه داره؟ حالا 37 سالش شده. اگر شما اون موقع اقدام میکردین چی میشد؟ این بچه 37 ساله الان ویزاشو میگرفت. به هر صورت طبق قانون چایلد استاتس پروتکشن اکت اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم این سنش رو آوردیم از 37 سال به 19 سال کم کردیم و ویزاشو گرفت اومد اینجا. الان یه بدی تو این چایلد استاتس پروتکشن بود که اتفاقا من یادم چندین بار تو این برنامه گفتم که داریم میریم یک اتوماتیک کانورژن داشته باشیم که بگیم خب حالا مثلا به فرض این که این بچه 27 سالش بود، موقعی که پدر مادر براش خواستن ویزا بگیرن این چی شده بود؟ این بچه ایج اوت کرده بود. یعنی اون کم و کسی ها رو همه رو گوشیم، چایلد استاتس پروتکشن اکت هم گوشیم، همه جای گوشیم، بازم سن بچه توی زیر 21 سال نمیرسید. خب تا الان تا 2-3 هفته پیش قرار بودش که بیان اون پدر مادره که ویزا میگرفتن میومدن اینجا و فرزندشون که 25 سالش شد و ایجاد کرده بود باید تو مملکتش میمون، نمیتونست بیاد اینجا. البته یه راه دیگه داشت، پدر مادر میومدن اینجا، اگه پسر مجرد بود با وصف یا گرین کارت داشتن براش چیکار میکردن؟ تقاضا میکردن و باید چندین سال طول میکشید و تا اون بچه بتونه بیاد اینجا. خب این استاتوت رو ما داشتیم، دولت هم چی میکرد؟ به حساب اجراش میکرد، ولی اومده بود خود ایجنسی که همون USCIS بشه اون استاتوت رو اینترپرتش کرده بود. یه قانونی داشتیم خیلی سال پیش به نام شوران میگه که اگر که احیانا البته یکم پیشتر برم، یک استاتوت رو میشه چجوری ازش دفاع کرد؟ اگر که امبیگوس بشه، نامفهوم بشه، آدم میخونه میبینه از سرتش در نمیاره، اگر امبیگوس بشه ردش میکنه کرد. خب در مورد چایلد استاتس پروتکشن اکت این USCIS اومد چیکار کرد؟ اومد اینترپریتیشن رو خود چی کرده؟ اون قانون چایلد استاتس پروتکشن اکت، اون بچه‌ای که 25 سالش بالاترش در آن ایجاد کرده دیگه نمیتونه بیاد، پدر مادر بیان آمریکا و براش تقاضا بکنن.
حالا این بچه 2 مرتبه باید بری چی؟ الان 7-10 سال منتظر بوده، بعدا بلندش 2 مرتبه 7-8 تمام این فامیل اصلا پاشته شدن. در روی 10 روز پیش که من می‌خواستم هفته پیش اینو بگم، سوپریم کورت آمریکا این رو نگاه بهش کرد. چی بود؟ 9 سرکت اومده بود. 9 سرکت یه سرکتیه که دادگاه بالای فدراله که به دادگاه های 8 ایالت نظارت میکنه. هر کی از اینا شکایت داره میره به چی؟ به سرکت کورت. مثلا ما 9 سرکت، من یک کسی در حدود چی بگم 4-5 ماه پیش داشتم که جلوی 9 سرکت رفتیم اینا. 9 سرکت is the top. خب 9 سرکت یک تصمیم میگیره که میگه نه، چارلز اساسفروشن اکت طبق قانون شوران باید انجام میشه. شوران میگه چی؟ میگه اگر یه چیزی که یک استچوی امبیگوس بود، اون ارگانیزیشن میتونه اینو تعبیرش قانونیش کنه. قانونی که مثلا اداره مهاجرت نمیتونه بذاره، قانون دادگاه میذاره. اینا بر اساس شوران اومدن گفتن چیه؟ گفتن این قانون ما میذاریم، اون بچه‌هایی که سنشون بالا رفته ایجاد کرده 2 مرتبه پدر مادرشون باید بیان آمریکا، از اینجا تقاضا بکنن براشون بذارن. بعدم بورد اف امیگریشن اپیل هم کرد، باز شکایت شد به من خودم یادمه که 15 سال پیش ما رفتیم، آره 15، یک کلاینت من داشتم، خانم دکتری بود که این ایجاد کرده بود. بعد هم می‌خواستیم میگفتیم رفتیم برای ایجاد، گفتیم آقا مسئله سالی که این نامه 17 سال طول بکشه و that is totally unreasonable. جاج هم چون 9 سرکت دستور داده بود کاری نتونست بکنه، ما هم به عقب نشینی کردیم. بعد 2 مرتبه این کسی ادامه داد، چند نفر وکیل دیگم که اونجا بودم و منم خدمتشون بودم، ادامه دادم تا رفت به سوپریم کورت. سوپریم کورت اومد اصل شوران رو اومد انداخت دور، گفتش که اگر ما بخوایم بذاریم هر چیزی رو استچوتو هر ارگانیزیشنی برای خودش بیاد به دید خودش کام درست غلط بخواد تعبیرش بکنه، این به درد نمیخوره. اینجوری که شوران دستور داده بود، شوران گفته اگر امبیگویتی در این کار باشه اون ارگانیزیشن خودش میره. بنابراین الان به این مسئله رسیدیم که اگر اون بچه‌ای که حتما میدونم در تعداد زیادی از این افراد ما هستن که اومدن تقاضای مهاجرت کردن و بچهشون چی شده ایجاد کرده، اومدن اینجا تقاضای گرین کارت براشون کردن، اینا دیگه به درد نمیخوره. ما میایم همه رو چیکار میکنیم؟ میگیم تمام سالهایی که این منتظر بوده باید بهش کردیت بدیم. اینو بارها من 7-8 سال پیش صحبتش کردم. الان یک راه خیلی قشنگیه، یعنی قانونی و دستور سوپریم کورت و سوپریم کورت همینجوری که بارها من بهتون گفتم در حدود 180 سال پیش یک کیسی به نام مالبری ورسز مدیسون اومد گفت هر قانونی که گذاشته مجلس میذاره ما باید نگاه کنیم تو این چارچوب کانستیتوشن آمریکا هست، وگرنه به درد نمیخوره. قانون اساسی آمریکا اینو میگه، تو نمیتونی ازش تجاوز بکنی، خطاست. به هر صورت الان برای کسانی که ایج اوت کردن، حتی اگر پدر مادرشون هم اومدن اینجا، حتی برایشون هم تقاضا کردن، الان تو صف وایستن، خبر خوب اینه که ما میتونیم زودتر برایشون چیکار کنیم؟ بگیم نه، اینا طبق دستور سوپریم کورت در حال حاضر باید بهشون اون کردیت های سابق رو بدین. یعنی چیکار میکنیم؟ میگیم که پریوریتی دیتشون همون پریوریتی دیتی میشه که پدر مادرش داشتن. این خب خیلی مهمه. این رو میخواستم هفته پیش صحبت بکنم و خیلی هم چشتم قانونش رو فکر میکنم، در حدود من تاریخش الان اینجا ندارم، ولی چی شد؟ ولی الان بحث فرق نمیکنه. فکر کنم 10 روز پیش سوپریم کورت این صحبت کرد و الان هم ما مجبور به اطاعتشون هستیم. خیلی
این خبر خیلی خوب بود برای اینکه خیلی از این برای بچه ها هستن که الان منتظر هستن. خب از این که بگذاریم، خیلی ها هستن که الان پدر، مادر، خواهر، برادرشون براشون تقاضا کردن و اینا یه حالت مشکلی دارن تو زندگیشون. مثلا بگم مادر اومده اینجا برای دختر تقاضا کرده. دختر الان چیه؟ تا بیان که این نوبتش بشه یه سال، 5-6 سال صف وایساده، تا به نوبتش بشه یه سال دیگه طول میشه. مادری که تقاضا کرده، پتیشنر، این مریض بدی هم داره. دکترم نوشته که مثلا ممکنه که این لایف اکسپکتنسیش بشه چقدر؟ 6 ماه دیگه. چجوری ما میتونیم بیاریمش اینجا؟ یه راهش اینه که از طریق هیومانیتریان تقاضا بکنیم که درسته که این یه سال دیگه میخواد بیاد اینجا، درسته شما ویزای ویزیتور رو به کسی میدین که نشون بده که من برمیگردم به ایران، ولی یکی چیزه از نظر هیومانیتریان اجازه بدین که این مادری که مریضه ممکنه که انشاءالله که 100 سال عمر کنه، ولی دکتر اینجوری که نوشته تا 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیست، اجازه بده این دختر بیاد مادرش ببینه، آخرین دیدار رو با مادرش بکنه. خب این هست، شده قبلا، ولی در تاریخی که من در حدود 1-2 تا کیسی که داشتم اینو نوشتم که شاید هم بارها اینو گفتم که مادر 94 ساله‌ایه، 16-17 سال پسرش رو نیده و از در هیومن تقاضا کردیم. تقریبا کنسول میگه از این تقاضاها به قدری شده که اینا روش نمیتونن زیاد تصمیم میگیرن، برای اینکه یه مقداری ممکنه شکی در مدارک باشه و فلان بیسار اینا، که هر کسی میتونه شاید بگم مثلا بره دکترش اینو بنویسه. اونم دکترم در واسه در آمریکا هست و نمیدونم دکتر از این کارا رو خیلی خیلی کم میکنن، ولی رو این حساب عرضه بیشتر از تقاضاست و عرضه‌ای که میشه عرضه‌ای که لیگال باشه نیست. ولی به هر صورت من یک کسی دارم که دارم براش اقدام میکنم و میخوام چیکار کنم، به امید خدا ببینیم میشه نمیشه. کسانی دیگه زنگ زدن، یکی مثلا درباره سرمایه گذاری بهتون گفتم از 1 سال پیش، 1 سال خورده پیش یا 1 سال کمتر یه ذره، از 500 تا شد به 800 تا. $8,000 باید چیکار میکنیم؟ باید اینوستمنت بکنیم. آقای از ایران به من زنگ زد، گفتش که جریان چیه؟ من جریان سرمایه گذاری هم. گفت میشه مثلا 500 تا بذارم، 200 تا بذارم، 400. گفتم نه. گفت آقای فلان. گفتم آقای فلان من یا خانم فلان من کار باش ندارم. میگه موقعی که شما اپلیکیشنی که میذارین صفحه اولش یا صفحه دومش نوشته باشه که $800,000 به حساب این ریجنال سنتر گذاشتیم. ما ریجنال سنتر چیه؟ یک شرکت های بزرگیه، کارهای ساختمانی و کارهای دیگه انجام میدن لیگالی. اینا میرن از دولت تقاضا میکنن، میگن که ما برای این پروژه انقدر خودمون سرمایه گذاشتیم، ولی میخوایم که اگر بشه بتونیم سرمایه خارجی رو جذب بکنیم. دولت هم میگه خیلی خوب، اگر اینقدر سرمایه بذارن و شما در ظرف 2 سال آینده بگین 10 تا کارمند استخدام میکنین، ما بیرون گرین کارت میدیم. چقدر طول میکشه؟ در حال حاضر در حدود 5 سال شما پولتون رو میزنین، $500,000 منظر میخوام $800,000 میزنین تا 5 سال دیگه بهتون گرین. البته کسانی که الان توی این صف هستن در حدود 22,000 نفر توی صف هستن. خب خیلی
زیاده که رو 500,000 800,000 پولش بذاره اینجا، 5 سال دیگه بهش گرین کارت بدن. یه خوبیش اینه که از موقعی تو تقاضا میکنی بچت هر سنه چی بشه جزء برنامه خواهد بود، ایجاد نمیکنه. یه خوبیش اینه که پولی که میذاری اینجا دیگه احتیاج افکینا نداری. یه خوبی دیگه اینه که بعد که تو قبول شدی بقیه سرمایه‌ات هم بدون اجازه از وزارت خزانداری میتونی وارد آمریکا بونی که ازت دیگه احتیاج نداره که لایسنس بگیری و فلان اینا. یه بعدیش اینه که تو 80,000 دلار پولت اینجا گذاشتی، نمیتونی هم اون ریژنال سنتر هم به تو سود نمیتونه بده بر اساس قانون، پول بی بهره میمونه. 80,000 پول کمی هم نیستش. ولی خب از اون طرف هم اگر این پروژه بعد از این کامل شد، خب اون که این سازنده ها این کارا رو میکنن، پروژه ها رو میسازن بعدم میفروشنش دیگه. موقعی که فروش داشت از سود سهام اون میتونی چیکار کنی؟ بهره ببری. البته خیلی کامپلیکیتد هست، همین که برای یه نفر بخواد ریجنال سنتر درست بکنه، همین که برای کسی که بخواد برای وکیلی که دنبال کار میره یه عالمه کارهای خیلی زیادی که از نظر فایننسینگ، از نظر چیز نشون بده که 2 سال کارمندا استخدام کردن، کارمندا کیا بودن، ریز بب اینا یه نوع سرمایه‌گذاری که ایرانی‌ها میتونن انجام بدن. ولی اگر یکی بهتون میگه که 200 الان بذار 50 تا بعد 6 ماه 8 ماه بذار، نه، روزی که ترجمه کنی باید 80 تا اونجا به اون ریژنال سنتر، به اون شرکتی که این کار انجام میده تو حساب بانکیش داشته و رسیدش داشته باشه. خب سرمایه‌گذار دیگه هستش. نفری از طرف شمال ایران به من ایمیل زده، آقای مهندس محترمی هستن که خیلی قشنگ چه توضیح دادن و فلان اینا، و گفتن که میخوام بیان اینجا، تخصص خیلی قشنگی هم دارن و میخوام بیان اینجا چیکار کنن؟ میخوام بیان سرمایه گذاری بکنن. سرمایه گذاری E2 دو تا چیز هست، ویزا بود که میتونست 3 نفر بگیره، یکی E1 بود یکی E2. E1 موقعی که پیش از سال نحس 79 ایرانی ها میتونستن اینجا یه شرکت در ایران درست کنن، یه شرکت در اینجا درست کنن، کارمنداشون بیان و برن و بعد از یه مدت هم میتونستن گرین کارت بگیرن. از موقعی که بعد از سال 79 اونا از برداشتن، ولی E2 موند. E2 چیه؟ E2 اینه که میگه که اگر تو بیا اینجا سرمایه گذاری بکنی، سرمایه گذاری چیه؟ سابستانشیال باشه. نمیگه چقدر باید سرمایه گذاری بکنی، برای اینکه چی؟ اگر شما بخوای یه رستورانی تو لس آنجلس باز بکنین، فقط اجاره مکان در حدود 4-5 هزار دلار در ماه باشه، تا فرق میکنه که مثلا یک شهر کوچیکی بری و اونجا اجاره اون رستوران باشه ماه 1000 دلار. پس برای سرمایه گذاری باید بشه برای اون ایالت. آفیسری که نگاه بکنه میبینه بر اساس کارهای اقتصادی، البته تمام وکیل موظفه که به بزنس پلن بنویسه براشون. بزنس پلن که نوشت باید تمام آمارها رو براشون بهشون بده که در این منطقه با این سرمایه گذاری این توی اون چارچوب میره یا نمیره. اونم برای کسانی که سیتیزن ایران هستن، پاسپورت ایرانی دارن، اون رو هم در حدود 1 سال نیم پیش، شاید 2 سال پیش ردش کردم. من خودم یه عالمه چندین نفر از دبی، ایرانی دبی بودن که اومدن اینجا، خیلی زود ما چیز کردیم. بعد میام به یه نفری که تحصیل کرده در کانادا هست و حداقل لیسانس داره و اینجا یه شرکتی میخواد خودش بزنه قرارداد بگیره از یکی دیگه، یا اینکه بیاد چیکار کنه؟ یه نفر استخدامش کنه. این ویزای TN ویزاست، خودش خانواده‌اش میتونن بیان اینجا انجام. خیلی هم ساده، زود تموم میشه. شاید هم اگر همه چی درست باشه 1 هفته 10 روز طول میکشه.
یه خبر دیگه هم که بهتون میدم برای اینایی که تقاضای اسالم کردن، درسته که خودشون بعد از 5 ماه اجازه کار میگن، ولی الان به خانواده هاشون هم، به اونایی که سیاستاً، به اونها هم اجازه کار بهشون داده میشه. خب دیگه صحبت های دیگه که من دارم، دیگه که باید انجام میدادم، یک متاسفانه صحبت هایی که کردم در مورد سپاه هیچ امیدی نمیشه داشت تا ببینیم وضع چی میشه. نه اینکه من نمیدونم چی میشه، تا الان غیر از کسانی که دستگاه دولتی ایران و دستگاه دولتی آمریکا هستن نمیدونن که وضعیت چی هستش و این سپاه وضعش چجوری میمونه. و در ضمن کانادا اومده گفته که آقا اگر احیانا کسی اومده مثلا تو خدمت سربازی که اجباری بوده، مندتوری بوده، باید میرفته، اگر نمیرفته تصدیق رانندگی نمیتونسته بگیره، اگر نمیرفته بزنس نمیتونه، اگر نمیرفته بنابراین مجبور بره. موقعی هم که رفته اونجا تصمیم خودش نبوده که بلندش بره سپاه. سر اونجا که تقسیم میکردن به اون گفتن تو برو اینجا، تو برو اینجا، تو هم برو سپاه. اگه میگو من نمیرم سپاه، خب رو حساب اون الان هیچ فرقی نکرده، باید صبر کنیم ببینیم چیه. در مورد همین سپاه یه خانواده از ویرجینیا به من زنگ زدن که یکی مشکل همین فرزندشون بود که بهشون گفتم اون فرزندون میتونه آدم بیاره اینجا با تحت دستورالعمل کرد که میشه قانون، طبق اون قانون. یکی این دیگه بعضی موقع خیلی ها میان، مهندسیان رو هم کار ندارم الان، خیلی ها میان خداشون چیکار میکنن، یک فرمایی رو پر میکنن، میرن تو گوگل نگاه میکنن، میگن فرم فلان اینجوریه، میشنن پرش میکنن. 70-80 تا سوال تو اون داره، مثلا توی سیزشی بشگم 60-70 تا سوال داره. اکثر سوالا رو قاطی میکنن اینا، یعنی نمیدونن که چی و چجوری منظور این کسی که این سوال کرده چی بوده. به عنوان مثال میگم، مثلا بگم رفته فرم پر کنه برای گرین کارت اینا، چی کردن که آیا شما در سپاه خدمت کردین؟ گفته بله. گفتم خب ردی. میگه من سپاه خدمت کردم موقعی که مملکت ایران یه مملکت حسابی بود و چی بود، دولتش منظورمه، دولتش حسابی بود، سپاه نمیرفت آدم بکشه. اون موقع سپاه میرفت دکتر میبرد تو دهات، معلم میبرد تو دهات، کشاورزی خدمت میکرد. با این سپاهی که الان میره بوم میذاره فرق میکنه. به هر صورت یه چیزایی که بعضی اشتباه، امثالی رو من خیلی زیاد میتونم بگم، ولی یه چیزایی که باید توجه بکنین، ایرادی نداره که با یه وکیلی مشورت بکنین، ایرادی نداره که یه سوال بکنین. ما که همه، من خودم اگه مثلا بگم قوزک پام درد میکنه، پرو کاردیولوژی که نمیرم، که میرم یه وقتی میگیرم از اون کسی که متخصص پا هستش صحبت میکنم دیگه. مثلا پروی یورولوژیست نمیرم، برای اینکه یورولوژی با پا خیلی فرق میکنه. از این اشتباه ما زیاد میکنیم، فکر میکنیم که و در ضمن گرون تموم میشه براتون. من یه نفری داشتم که چندین مرتبه صحبتش روی ایر اومد اینا، مثلا پسره اومده تقاضا کرده، بعدن کار این بچه خیلی تموم شده، خیلی وقت میتونست انجام بشه. بر اساس چی؟ پریوریتی دیتینگ داشته، بر اساس اینکه موقع مادره تقاضا کرده برای پسرش. خب این پرونده ها همه جمع میشه، این مادر مال پسر، این مال پدر مادر، این مال زن شوهر، این فلان، پرونده ها جمع میشه. پرونده مادر با پسر رو میکشه جلو، میبینه این که چیز نداره، که ورقه ازدواج مثلا بگم پدر مادری نداره، که
پرونده رو میذاره اونور، میره به کارهای دیگهش میرسه. برای اینا نامه مینویسی که آقای رو کم دارین. اوکی، این خودش 3-4 ماه طول میکشه. بعد مثلا میگم ضمانت مالیش کمی درست نیست، بازم به اون پرونده میذاره اینم که به ضمانت مالیش درست نیست، اونم میذاره اونجا یه نامه براشو مینویسه. توی یه پرونده من 3 مرتبه 4 مرتبه از این اشتباهات دیدم. این شخص که این کارو کرده چیه؟ یه آدم خیلی تحصیل کرده ای هم هستش، ولی تو رشته خودش تحصیل کرده است. الان شکایت میکنم، میگن چرا کار ما اینقدر دیر شده؟ برای اینکه اون پریوریتی دیتا، اون زمانی که اولی تقاضا کردی اون دیگه نیست. به علت اینکه شما کاراتون عقب انداختین پرونده‌تون دیر شده. و این یه چیز مشکلی که با خیلی ها من داریم اکثرا شوخی میکنم، میگم که مهندسا این کار میکنن یا آیتی ها این کار میکنن، برای اینکه من خودم توی مهندسی بودم و توی آیتی بودم قبلا، میدونم که ما فکر میکنیم همه چیز رو میدونیم و بعضی موقع اشتباهات بزرگ میکنیم. در مورد کسانی که کاراشون خیلی عقب افتاده، اینجا یه قانونی هست که میگه اگر که احیانا شما تمام وظایفتون رو انجام دادین ولی به علتی کارتون عقب داره میفته، آقای مثلا بگم در یوستون تگزاس اومده چیکار یا در نیویورک، برای اینکه این دو سه کیس همه رو من دارم براشون منده مثل تهیه کردم یا یه آقای دیگه که در آستین تگزاس هستش تقاضای چی کرده؟ اسایلم کرده که خود منم جزش بودم، یعنی از اولش با من کار کردن. هی پرونده رو عقب انداختن. آخر سر شما شکایت میکنی به دولت، میگی دولت طبق ماده فلان اینا من براشون تقاضا کردم، این کارا رو کردم، این کارو کردم. هر دفعه به من اومدن یه نامه نوشتن که قربان شبم یک کمی صبر کن. تا چقدر صبر بکنم؟ و اینو جاج کامپلشون بکن، دستور بهشون بده که وظیفه‌شون هر چیز زودتر انجام بدن. البته نوشتن این موشن یا رد آف مندیمس که بهش میگن رد آف مندیمس، کار کمی باید آدم تجربه داشته باشه. و در ضمن بعضی موقع من حتی دیروز جمعه بود، دیروز من با یک کورتی که در ایسترن دیستریکت نیویورک هستش که می‌خواستم به کیسی چی کنم، دیدم اونجا برای اینکه من عضو بشم که بتونم کیس فایل بکنم مثلا $200 میخواد، توی یوستون مثلا $100 گرفتن. یک مقدار کوچیکایی تغییر بکنه ولی به طور کلی توی صحنه بزرگ همه چی با هم دیگه که تمام فدرال گاورمنت ها دستورات فدرال انجام میدن. و به کسانی که مثلا بگم این مثلا این که اسایلم تقاضا کرده، 2 تا اسایلمی من دارم، یکی در آستینه، یکی در نوردن دیستریکت آف کالیفرنیا هستش که اینا یکیشون که از اول من پرونده اینا رو درست کردم، یه مدت پرونده گم شد، بعد که درستش کردیم بعدا رفتیم مصاحبه که خودم من تلفنی در مصاحبه شرکت کردم. بعدم 15 روز بعدش ما گفتن خدمت معافی خدمت سربازشو بده، ما فوراً دادیم، 15 روز بهش دادیم. 1.5 سال طول کشید اینا تصمیم نگرفتن. خب آقا یه پرونده که اینجوری بوده ما 1.5 سال تحویل و آخرین ایرادی که از ما گرفته اینه که چرا خدمت نظامیشو معافی شما ندادیم که اونم ما 1 سال میده، واسه چی تصمیم نمیگیرین روش؟ کورت اینا رو بکشه تو دادگاه، رئیس سکرتری هوملند سکیوریتی، رئیس اسایلم آفیس اون منطقه، اینا رو بهشون میگه چرا این کارا رو انجام نمیدین، دستور انجام بدین. یا یک کسی دیگه که دیروز برای من یه نفر رو دیروز و پیروز دارم برای من، این آقا چندین سال منتظره
اینی که سیتیزنشیپش رو اپروو بکنن. خیلی خوب، سیتیزنشیپش رو اپروو نکردن، ولی گرین کاردش رو اینجوری که من میگم یه ماه پیش براش گرین کارت جدیدش اومد و این از ایران اومده بود اینجا و گرین کارت رفته گرفته، ولی تقاضای کرده بودیم که چرا این سیتیزنشیپش بهش نمیدن. جواب سربالا میشینیم. جواب سربالا میشینیم برای چی؟ برای اینکه هیچ کنسولی نمیتونه ویزا بده به یه نفری که سکیوریتی چکش انجام نشده باشه. برای اینکه خب این آفیسرها که نمیدونن که بک‌گراند این طرف چیه، باید از یه ارگانیزیشنی تقاضا کنن بگن آقا این آقای جو که اومده اینجا الان میخواد سیتیزنشیپ بگیره، به من بگو وضعش چجوریه، اگر کلیره بهش ویزاش میدن، اگر نه بهش ندیم. این آقای آدم فهمیده، تحصیل کرده، انگلیسیش هم از منم بهتره، رفته اونجا همه امتحانا رو داده، بعدا ردش کردن. ما اومدیم به فریدم آف اینفورمیشن اکت نمیشیم. آقا فریدم آف اینفورمیشن اکت اینه که من به عنوان یک سیتیزن آمریکا حق دارم که اگر پرونده هست، پرونده من شما نگه میدارین. از موقعی که سالهای پیش من اومدم توی آمریکا که به من یک اینامبر دادن، توی اون سالن بزرگ پرونده هاتون که البته الان الکترونیک شده، نه ای صد و فلانی که نگاه میکنم میبینم مالی ایرش نازه، هرچی برای من اتفاق افتاده اونجا نوشته شده. خب موقعی که اینو برای من ردیش و فریدم آف اینفورمیشن گفتش که طبق اینجوری و بعدم من نگاه کردم دیدم که تاریخی که USCIS تقاضا کرده که FBI به این کلیرنس بده سال 2017 بوده. خب این مسئله بزرگیه که این چیه، آیا 2017 بررسی شده بهش یا نشده، و اگر شده به ما بگید چی هست. همش هم ریدکت کردن، اینو سیاه کردن، اونو سیاه کردن. خب اینا میریم پای دادگاه، آدم میگه جاج درسته که یه سری سکیوریتی های مملکتی که نباید اف بی آی بگه، ولی مسئله این که این آقا ممکن اینجا بقالی داشته بوده، ممکنه که به ایران، خب کسی نیویورک هستش که یا آقای رو پیشتی از شیکاگو هم داره، مهندسی اینا، الان چندین سال زندانه برای خاطر اینکه چیه، برای اینکه وسایل که باهاش موشک میسازن به ایران میفروخته. خب آره اونو که به همه کسی نمیشه گفت، ولی آقا رو انداختن مثلا 20 خورده نمیدونم چند سال به هر صورت زندان انداختن. مال اینی که مثلا مسئله اینی که این آقا اگر که مشکلی داشته چرا بهش گرین کارت دادین؟ اگر آدم خطرناکیه خب میاد اینجا، اگر به خطرناک بود همون روز اولی که بهش گرین کارت میاد بامشو مینداخت و میرفت. چرا دو مرتبه بعد 15 16 سال دو مرتبه که گرین کارت 10 ساله بهش دادین؟ از این چیزا اتفاق میفته، از این کسای منده مثل زیاد داریم که انجام میشه و باید که چیکار کنیم؟ تنها راهش اینه که به کورت بگیم کورت دستور به اینا بده که کارشون رو انجام بده. دیگه صحبت دیگه ببینیم به طور کلی اینجا الان فایلینگ فی ها زیاد شده، فایلینگ فی ها زیاد شده. البته خب ما میدونیم که در آمریکا الان تورم چیز هست، ولی تورمی که امروز خبر دادن اینه که در ظرفی که آقای بایدن اومده رئیس جمهور 20% اضافه شده. یعنی اگر یه چیزی چی بگم یه بگ پوتیتو چیپس رو میخریدی موقعی که بایدن اومد رئیس جمهور شد مثلا $1 بوده، الان بعد از 3 سال نمیشون چهار کرد تورم برده بالا، الان همون بگ پوتیتو چیپس رو باید بخری چی $1.20. دولت هم خب میگه من چرا این کار نکنم؟ دولت هم اومده فایلینگ فی همه چیز رو اضافه کرده، من جمله یک کیسی دارم که من
خانومه گرین کارت داشته، برای شوهرش رو اینا تقاضا کرده، کار شوهرش هنوز مشکلاتی که داشته حل نشده، ولی در ضمن دخترها گرین کارتشون رو گرفتن، الان دانشگاه دارن میرن فلان اینا، مادر سیتیزن شده، دخترها هر کدوم زیر 18 سال. خب تنها چیزی که بشم خانم با وکیل کار نداری، تو میتونی بری چیز یا CIS عکس دختراتو بری، پاسپورت بری، برث سرتیفیکت شو که تو مادر اینا هستی و گرین کارت بدن. رفتیم فی رو که نگاه کردیم $1300 شده. این فیا رو خیلی مواظب باشیم برای اینکه ردتون میکنن. یه چیزای دیگه هم که میخوام بگم، موقعی که فایل فرمی رو فایل میکنین حتما نگاه کنین ببینین این فرم از چه تاریخی تا چه تاریخی ولید هستش. برای بعضی از این فرم ها رو میگن اطلاعات کم و زیاد ازش میکنن و چیزه و شما مشکل پیدا خواهید کردش که فرم برش میگردونم براتون. یه چیزی که میگم خب دیگه چه، اگر شما تلفن زیاد از ایران میشه، من اگر به مکزیک خودم رسوندم بخوام بیام اینجا چیکار میکنم؟ ببینین یه وکیل موظف از یه نفر دفاع بکنه. دفاع موقعی که میکنی که یه جرمی اتفاق افتاده باشه، ولی اگر یه نفر رو به وکیل تلفن کنی که من چجوری این جرم رو انجام بدم، وظیفه وکیل اینه که فوراً گزارشش بکنه. آیا تعداد زیاد هستن که از هر جای دنیا بلند میشن میان مکزیک؟ ما می‌بینیم که الان ماشاءالله آقای بایدن دروازه رو باز کرده، 18 میلیون نفر وارد آمریکا شدن غیر قانونی. منم وارد اینجا میشم. خب اون با اون چه مربوطه؟ اگر شما این اطلاع داری از من نمیتونم بهت ادوایس حقوقی بدم. اگر اومدی اینجا و گرفتنت انداختنت توی چیز که الان هم نمیندازن، انداختنت توی یه بازداشتگاه فلان اینا، آره اون موقع وکیل میتونه دنبالت بره، ولی پیشن نمیتونه بگه برو پلو این کایوتی انقدر پول بیایم بده. نه، این کار خلاف قانونی هستش. دیگه تعدادی که الان اسایلم میخوان بیان، متاسفانه بعضی موقع آدم یک تلفن‌های از ایران میگیره که آدم متأثر میشه که چه اتفاقاتی داره میفته. یه نفر سوال میکرد که اگر من یه جوری خودم با آمریکا بزنم بخوام چقدر طول میکشه. ببینید یه کیسی من داشتم در چندین سال پیش، یه خانم دندون پزشکی بود که در نیویورک بودش که این پرونش یه عقب انداخته بودن اینا، پدر مادرش هم پزشکن هر دوشون، از ایران زنگ که این چیزا چیکار کنم. من برشتم برای رئیس دایرکتور اسایلم آفیس در نیویورک براش نوشتم جریان اینجوریه. اونم خب یه نامه خیلی چیزی نوشتم دیگه، وضع اینجوره و ما الان اولویت سر چی گذاشتیم؟ یک، سر کسانی که بعد از ژانویه 2021 وارد آمریکا شدن، پروندهشون زود تکون میدیم. دوم، کسانی که به علت کووید ما اینا رو چیز کرده بودیم، اسکیجولشون کردیم برای مصاحبه و خودمون کنسلش کردیم. سوم، بقیه چیزا. الان تعداد زیادی قبل از این شیرینکاری آقای بایدن که 800,000 تا تقاضای اسایلم بود و الان شما حساب کن 18 میلیون دیگه بهش اضافه شده. آیا بنزه کافی تو جاج دارن؟ آیا بنزه کافی کورت دارن؟ رو حساب اگر کسی با من تلفن کرده بود مثلا بگم 4 سال پیش 3 سال پیش من گفتم که آره کارت مثلا ممکن شده، اما بارها شده. حتی من یک کیس الجزیره داشت، نه الجزیره، نه معذرت میخوام، نایجریا، مال نایجریه بودش که اصلا زیر 12 ماه کارش تمام شد. خودش هم خانومش هم که یه جاج در نایجریه بود،
اومده با بچه‌اش. ولی الان اگه کسی از من بپرسه چقدر طول میکشه، میگم نمیدونم. حداقل الان این کسی که مثلا بگم در نوردن دیستریکت آف کالیفرنیا دارم، پسر مال نپال هستش، در حدود 7 سال و 3-4 ماه طول کشیده که ما شکایت کردیم که اینو پروندهش رو هر چیز زودتر اسکیجولش کنیم بیاد برای مصاحبه اولیه با آفیسر. اینایی که صحبت اسایلم میکنن درسته که الان میان یه از اینا میان سر مرز، اینا رو نگرشون میدارن برای چند روزی تو هتل میذارن، همه جور هم بهشون سرویس میدن، نمیدونم غذا و فلان. یک دولت کالیفرنیا هم که بهشون یک کارت یه مقدار پول توشه یه برن غذا بخرن، اینا هم بهشون میده. ولی تا بیان به دست دادگاه برسن یک عالمه طول میکشه. اون وقت یه چیزی هم توجه کنین، من فکر میکنم احتمالی هستش که آقای ریگان، منظر میخوام ریگان چی میگم، رفتم عقب مثل بایدن شدم حرفای علکی میزنم. آقای ترامپ اگر رئیس جمهور بشه فکر کنم با اسایلم یه جور دیگه رفتار میکنه. فکر میکنم که فکر قوی میکنم که تا 3-4 ماه دیگه ما میبینیم که مرزها بسته میشه، اسایلم ها بهشون زیر ذره بین نگاه میکنن. من احتمال اینو میبینم چندین قاضی هم استخدام بکنن. به هر صورت مثل که ما یه تلفنی داریم ببینیم، من خداحافظی میکنم، تلفن رو بهشون جواب میدم، تا هفته دیگه روزگارتون خوش. این خبری که در مورد چایلد استاتس پروتکشن اکت دادم اینو حتما نگاش بکنید. دکتر